سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. توی این ویدیو می‌خوایم یکی از بهترین بازی‌ها توی سبک زامبی و جنگی رو بهتون معرفی کنیم که تو سبک خودش بهترینه. گرافیک نسبتاً خوبی نسبت به رقبای خودش داره و حجمی که ازتون میگیره خیلی کم و حجم دانلودش حدوداً 200 مگابایت هستش و به نسبت بازی‌های دیگه خیلی کم هستش. فقط قبل از معرفی این بازی خوشحال میشم کانال من سابسکرایب کنید و این ویدیو لایک کنید و نظر خودتون توی کامنت‌ها برام بنویسید. خب بریم سراغ ویدیو. این بازی رو میتونید از کافه بازار، مایکت و حتی اپلیکیشن دیگه مثل اپ استور و گوگل پلی دانلود کنید. وقتی این بازی رو دانلود کنید با همچین صحنه مواجه میشید که گزینه‌های فراوانی داره ولی فقط گزینه آپشن و پرس تو کانکت مهم هستش. حالا ما روی گزینه پرس تو کانکت میزنیم و وارد محیط اصلی بازی میشیم. این محیط اصلی بازی هستش که گزینه‌های فراوانی اینجا هستش که همه گزینه‌ها تقریبا مهم هستن. گزینه‌ای مثل انتخاب تفنگ، عوض کردن تفنگ، ارتقاء تفنگ، گان‌های جدید بگیرید، مثلا نارنجکاتون رو بگیرید، خونه‌های جدید بخرید و اسکیت بگیرید و شخصیت و کاراکتر خودتون رو بسازید، جعبه‌ها رو باز کنید و غیره. حالا ما این گوشه پایین سمت چپ یه گزینه‌ای هست که گاناتون رو میتونید اونجا ارتقا بدید، انتخاب کنید و گاناتون رو بگیرید که اینجا هم خودش بخشای زیادی داره از گزینه اسنایپ، شاتگان و گزینه‌های دیگه‌ای داره مثل ستیر و اینا که این بخش اسنایپش هستش. خیلی گانای خوبی داره، بخشای تفنگ‌های خشن‌تری داره که اینجا تفنگ‌های رگبار معروفن بهشون که اینجا هم باز تنوع تفنگ خیلی خوبه و تفنگ‌های زیادی نسبت به سایر بازی‌های زامبی داره. شاتگان هم خیلی زیاد هستن و حتی از خیلی بازی‌های دیگه هم بیشتر هستند و تنوعش خیلی خوبه. تفنگ‌های کوچیکی مثل کلت و کمری و اینا هم داره که میتونید ازشون استفاده کنید و ارتقاشون بدید. بخش شاتگان و تیربارشون هم که واقعا عالیه. همونجوری که گفتم شاتگانش از بی‌نظیرترین بازیاست که تنوع خیلی بالایی داره. اینم بخش گاناش بود که همون طور میبینید اون بالا سمت راست مواد اولیه شما رو نشون میده مثل پولتون، جمتون، بمبتون و حتی باتری یا خشابتون رو نشون میده که میتونید ازشون استفاده کنید و بیشترشون کنید. اینجا وقتی وارد که شدید گفتم بهتون اینجا محیط اصلی بازی هستش که بخشای زیادی داره از جمله مرحله ها رو که میتونید انتخاب کنید. مرحله فصل‌های زیادی داره، همونجوری که میبینید هر فصلش از چند مرحله تشکیل شده و خریدهای درون برنامه خوبی داره که فکر نکنم تو کشور ما در دسترس باشه، دقیق نمیدونم ولی احتمالاً هست که حتی اونایی که پولی هستش که دلار باید بدید. الان ما روی گزینه پلی میزنیم و وارد بازی میشیم که گرافیک و تنوع بازی و آزادی شما رو بهتون نشون بدیم. لودینگ نسبتا سریع داره. وقتی وارد بازی میشید با این صحنه مواجه میشید که گرافیک نسبتا خوبی داره. همونطور که گفتم خیلی گرافیکش نسبت به حجمش عالیه و میتونید همه کارتوش بکنید از جمله عوض کردن تفنگ و عوض کردن خشاب، نشونه و حتی تیر زدن و حتی خنجر و گزینه‌های دیگه هم میتونید بهش اضافه کنید. همونجوری که میبینید الان این اول بازی هستش و مراحل اول یا دوم بازی هستش و خیلی آسونه و به مراتب سخت‌تر میشه و شاید بتونید که حداقل 2-3 روز سر یه مرحله وایسید، انقدری که سخت میشه و هیجان انگیز میشه این بازی. حتی یه سری بشکه‌ها سمت راست هم هستن، میتونید اونها رو بتره کنید و زامبی‌ها رو به یک باره نابود کنید. همونجوری که میبینید همونطور که گفتم بازم میگم که گرافیک نسبتاً بالایی داره و این بازی رو میتونید از کافه بازار و مایکت دانلود کنید. اسم بازی هم همین روی صفحه نشون داده میشه، میتونید بازی رو دانلود کنید و حالش رو ببرید. این بازی مراحل فراوانی داره که هرچی توش بیشتر پیش برید دسترسی‌های شما توی بازی بیشتر میشه و میتونید گزینه‌های بیشتری تو داخل بازی برای خودتون اضافه کنید از جمله پریدن، حرکت کردن و دسترسی‌های دیگه که از مراحل 4 و 5 بهش اضافه میشه. و این بازی هر چقدر پیش برید همونجوری که گفتم با مراحلش سخت‌تر میشه و طولانی‌تر میشه و تا جایی که میرسه میتونید حتی سوار ماشین بشید و از سوار ماشین دشمناتون رو نابود کنید و یارای جدیدی برای خودتون بیارید و دسترسی‌های دیگه. سابسکرایب کانال یادتون نره و تا ویدیو بعدی یا علی مدد. خدا نگهدار.